مغزت مثل یه عضله است. هرچی بیشتر تمرینش بدی قوی‌تر میشه. الان میخوام بهت 4 تا تمرین خیلی ساده نشون بدم که میتونه فقط با چند دقیقه در روز تمرکز، حافظت و سرعت فکرتو بالا ببره. این تمرین ها کسل کننده نیستن. برعکس چالش های باحالی هستن که دلت میخواد امتحانشون کنی. اگه آماده‌ای سطح مغزتو ببری بالا، بریم سراغ تمرین اول. تمرین اول جدول شورته. تمرین سرعت و تمرکز. اولین تمرین تست سرعت جدول شورت. به این جدول نگاه کن. اعداد 1 تا 25 قاطی پاتی چیده شدن. مأموریت تو اینه اعدادو به ترتیب از 1 تا 25 هرچه سریعتر پیدا کنی و لمس کنی. از 1 شروع کن، بعد 2، بعد 3، همینطور برو تا عدد 25. چالش اینه سعی کن زیر 30 ثانیه انجامش بدی. نگران نباش اگه اولش نتونی. بیشتر آدما توی اولین تلاششون بالای 1 دقیقه وقت میذارن. ولی نکته خیلی مهم اینجاست. فقط با 5 دقیقه تمرین روزانه، تمرکز، قدرت اسکن و سرعت پردازشت فوق‌العاده بهتر میشه. همین الان کافیه تو گوشیت سرچ کنی شولت تیبل و امتحانش کنی. تمرین دوم، چالش چشم بسته، تقویت حافظه و آگاهی. این بار قراره کارهای ساده و بدون نگاه کردن انجام بدی. میدونم عجیب به نظر میاد ولی بهم اعتماد کن. این 3 تا کار رو انجام بده. اسمتو روی کاغذ بنویس، یه دایره ساده بکش یا اسمتو توی گوشیت تایپ کن. همه اینا رو بدون نگاه کردن انجام بده. همین الان ویدیو رو نگه دار و امتحان کن. من منتظر میمونم. خب سخت بود نه؟ اولین تلاش احتمالش زیاده شلخته یا کج و کوله بشه و این کاملا طبیعیه. چیزی که اتفاق میفته اینه وقتی بینایی تو حذف میکنی مغزت مجبور میشه مسیرهای جدید بسازه. این کار باعث میشه آگاهی فضایی، حافظه عضلانی و یادآوری ذهنیت قوی‌تر بشه. فقط روزی 2 دقیقه انجامش بده و میبینی حافظت توی همه چی بهتر میشه. از یادآوری جای وسایل گرفته تا اطلاعات امتحانها و حتی هماهنگی دست و چشم. این تمرین واقعا مثل باشگاه رفتن برای مغزه. تمرین سوم قدرت دست غیر غالب، انعطاف پذیری و هماهنگی مغز. اینجا قراره بازی عوض بشه. از این به بعد کارهای روزمره رو با دست مخالف انجام بده. اگه راست دستی با دست چپ مسواک بزن، یادداشت بنویس، حتی با گوشیت کار کن و چپ دست ها هم برعکس انجامش بدن. اوایل عجیب و اعصاب خورد کنه، انگار دوباره داری راه رفتن یاد میگیری. ولی علمش اینو میگه استفاده از دست غیر غالب باعث میشه ارتباطات جدیدی بین نیمکره‌های مغز ساخته بشه. مثل اینه که بزرگراه‌های تازه توی مغزت بزنی. الان همین کارو بکن. با دست مخالفت سعی کن روی این ویدیو لایک بذاری یا کامنت بذاری. حس کن چقدر تمرکز لازم داره. همون سختی یعنی مغزت داره قوی‌تر میشه. و اگه قبلا با دست غیر غالب تمرین کرده باشی میدونی که آسونه چون قبلا تمرینش دادی. و اگه اینو توی همه کارها فقط 1 هفته هر روز تمرینش کنی متوجه میشی هماهنگیت بهتر شده، سرعت فکرت بالاتر رفته و توی حل مسئله قوی‌تر شدی. مغزت انعطاف پذیرتر و قدرتمندتر میشه. تمرین چهارم چالش رنگ و کلمه، اثر استروب برای تمرکز لیزری. این آخرین تمرینه. این یکی حسابی با ذهنت بازی میکنه. کلمه‌های رنگی رو میبینی اما هر کلمه با رنگ متفاوت نوشته شده. وظیفه تو اینه رنگو بگو نه کلمه رو. مثلا اگه کلمه قرمز با رنگ آبی نوشته شده باید بگی آبی. ساده به نظر میاد مگه نه؟ خب بیا همین الان تست کنیم. آماده ای؟ بریم سراغش. میبینی مغزت به طور خودکار میخواد کلمه رو بخونه اما تو باید جلوشو بگیری و روی رنگ تمرکز کنی. این همون اثر استروپ معروفه و مرکز کنترل مغزتو تمرین میده. این تمرین باعث میشه بتونی به تمرکز دستور بدی، حواس پرتی ها رو نادیده بگیری و سریع بین کارا جابجا بشی. فقط روزی 3 دقیقه تمرین کن، تمرکزت مثل لیزر میشه، چه برای درس خوندن، چه بازی یا هر کاری که نیاز به تمرکز بالایی داره. خب اینم از 4 تا تمرین مغزی که میتونن قدرت ذهنی تو متحول کنن. جدول شولته برای پردازش سریعتر، کارهای چشم بسته برای حافظه قوی‌تر، استفاده از دست غیر غالب برای هماهنگی بهتر و چالش رنگ و کلمه برای تمرکز لیزری.
فقط یکی از تمرینا رو انتخاب کن و امروز 5 دقیقه امتحانش کن. همین. و همین الان بهم بگو کدوم بیشتر نظرتو جلب کرد. و اگه میخوای هر چیزی رو 10 برابر سریعتر یاد بگیری که انگار غیر قانونیه، قدم بعدی دیدن این ویدیو باشه.